عزیز خداوند نگهبان تو باشد. امروز ما یعنی که بچه‌ها را گوشه میکنیم و خوش خداوند بگجا و خداوند خدا حج عمره ان شاء الله. دوستان مهربان ما خیلی وعده دادیم اخیری ما به سببی که سامالیات به سببی авиалини 2 روز دیر کشید لیکن الحمدلله با خواست خدا روان میکنیم امروز و خانه خدا باز ان شاء الله چیزای دیگه شب 3 میگیم ساعت 1:35 پرواز میکنیم حاجیو که مدارو نشون میدیم. دوستان عزیز برای ریس دیگه اخیری ماه فوریه باز پروازای چقدر گفتیم خورد و خوراک جای خواب همه شرایط خوب $1900 خوب اخیری فوریه دوستان مهربان خواهش میکنم خدمت حج عمره رفتنی شرایط داره یعنی که شرایط برای رفتن فرض قوالا نکنیم نروید خواهش میکنم اثر کنیم شما خوب این حاجی میراث خانه پدر عزیز میتیم بابای بلاگر بابای خان ان شاء الله خدا نگهبانتون باشه برادران خاندان. من این برادرها پیروی کار امروز سفر حج دارن سفر خانه خدا دارن خانه اون هستیم که خدا همه ما رو رفتگی باشیم باز یک بار دیگر هم خدا نصیب روزی بگردانه که بریم خانه خدا زیارت کنیم طواف کنیم صفا و مروه سعی کنیم خدا مهربان تمام جای مقدس زیارت کنیم. آب زمزم بهترین نعمت آب زمزم سیر کنیم و برای اهل بیتمون با آب زمزم تازه بگیریم بیاریم خرما را بگیریم بیاریم و هممون خدا بار دیگر نصیب روزی بگردونه و خانه اون هست که خدا مهربان پدران را مادران را برادران را صاحب سلامت و خانه خودش رفتن و آمدن نصیب روزی بگردونه. خدا مهربان همه وقت تنجی و آرامی صلح و صلاح در بین همه ما باشه. خانه اون است که هممون به مراد و مقصد و آرزوهایی که داریم برسانمون خاطررسانی میکنیم که این یکی از شرکت‌های زمزم عمره حاجیان زمزم عمره انا کشوری کرده و خانه خدا روان کرده هستند. بعد ما در اینجا یک باید بود هجومه بود همون هجومه هم با یک کشی کرده بودیم حسابی خودش من این حاجی بابا جان بیا مای کردن همیشه خوراکش کردن 10 کس را و قرآن دادن 2 کس را با بعد جمعه مای کردن رو خط دادن یک کس دیگه برادری خند ای فرخو و با فکر این مال مزگرا میره با ایرس حاجی ناظم تاوری تبریک کی ایرس شما با هم خدا باز اینجا میبینیم شما رو با نصیب باشه با خانه خودش تحصیل میکنیم و چی گفتم رسید برادر دوست کنید هر دعا میکنیم که خدای مهربان سفری برادران رو نیک بگردونه خدای مهربان سفرشون رو به خطر بگردونه خدای مهربان صاف سلامت برونه حج کنن آب زمزم بخورن جای مقدس زیارت کنن شیطان از چقدر سنگ سخت بزنن با تنی ساعت من سالی دست برکت و پیش اهل بیتشون برگشتن نصیب هممون و مراد و مقصد و آرزویی که دارید برسونید. الله اکبر. ما دوستان عزیز یک چپاوشی هستی که الحمدلله شرکت زمزم عمره نام تأسیس باشد طول 5-6 ماه شد. الحمدلله همراه اکا حسن جان احمدین خدمان اخیر قاری محمد ان شاء الله در خدمت هستیم که قبل و پس اکران همراه برادران مقصد تحترام و سرکار داریم همکاری داریم ان شاء الله. خواهش میکنیم همه وقت من خواهش میکنم خدمت که شرایط امکانیتی رفتن نداره قرض حواله نکنید نره من میلیون بار تکرار میکنم ان شاء الله. $1800 $900 اگر خدمت که به خراق رفتنی 1600 اما من هم سویت برادران میگم که خراق قطعی برای شما خوبتر میشه که در $300 شما در اونجا که میسپاری برای خورد و خوراک بدون اینکه باید چیکار بکنه تمام نمود خوراک‌های یعنی که خوب هر یک اما شرکت که ما میریم مهمانخانه و گاستیچه که سینمان میکنیم دوستان مهربان چیکار میکنیم از اونجا ما خچون دگور میکنیم اوقات خوب شویت استول تامین میکنن وقتی که حسابی خچون میخرن اوقات عربستان بسیار تیزن با هم خاطر حرکت میکنیم که با اوقات خوب تامین کنیم. خدا نگهدار. ویدیوهای دیگر را انتظار باشه ان شاء الله. حاجی را با گوسل کنیم با صحبت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. یک درجه صبر برای که درگاه این کار رو اون از میدیدار کنه خشن نمیکنه رفته این چی گروه زنگار داره شاید
کسی ساعتی صورت سانتی خواهش میکنم سرجم شه بعضی مادر رو اکتیو پیش میزنن صورت وقتی نگیر دکونه خدا رو میریم خواهش میکنم گروه ها باشه پدر رو تو التماس مادر رو سرجم شه وقتی روز بروبت ها میکنه این اکلا میگم دوستگی ما در کسی سفر هم میاباید میگیم انشاءالله وقتی که در جیده فرمده جیده فرمده رجیستراسیه اونجا ارلاش میکنه این فرمده ایوره حرکت کنه پیش پیش در یک جا جمع شه میبره اونجا زمزم دیگه خونش میکنه اونجا بعضی مادر رو هستن میرون چکا میکنن من از اونجا اویشه مورا باره فلان جمله راه بلد اکشه احکامتی بهترین شخص انشاءالله همه اینجا را بروز ساعت همین شرکت وقت دارم با وقت میبرم میگذرم تو تماشاها را با وقت چند اومدن با وقت در مدینه را در مدینه را هم چه نکرد زنها را روزانه میگذرم زیر روزه مردها را شب روزم هم میگذرم بعد ما التماس یک خواهش نظر کردم رفته همونجا همون یک صورت برای یادآوری گرفتید همون تلفن‌ها را پنج توی حرکت کنید همون پنج وقته در همون مسجد بگذارم انشاءالله مسجد چه دور نیستم مکه و مدینه دور نیستم دستشون نزدیک حرکت کنید برای که در مدینه چه میگن 10,000 ثواب علیکم السلام در مکه باشه 100,000 همون خودی حرکت الحمدلله خوب محمد جان برادر سلامت خوبه مال اکرم میبرم زنگ میزنم حتما خب من همین قدر قربتش کردم زدنش خشتنش جای اومد سنگسونش کردم رفت در پیش در یک جایی یک مای در کاری میره نبینی انشاءالله یک جایی مای در بجاش دیگه یک سوخت باید نبید همین گروه پدامه درست اگر من در فلان جای ما دیمارا نمیبره یک مونی کسی را که مرفوع اگر بیارد نمیخورد مرفوع را بود میگن برای درآمدن این مکتر مرفوع را که شکرات در سه باشید برای ای پروردگار مادرای ما را به همه جواب بره الحمدلله کیان مادرای ما هن انشالله
من يا عبد لازم نقول خود aeroport da yemo aeroport da vay kes Hacı umra meran zamra umra diyor vay kes Bana ne merak var. Tor şu ki bu paramburan bir taşışa var ben ne lira dar Pelangere Elhamdülillah خدا رشد Thank you.